اومده میگه ای زمانی مجنون اومد تو مسجد نزدیک خونه لیلی معتکف شد. خب روش نمیشد مستقیم بره اونجا در خونه شد بکوبه بگه من اومدم، همونجا معتکف بود. عشقش همین بود که تو محله لیلیه، عشقش همین بود که بوی از لیلی به مشامش میخوره، عشقش همین بود که در کوچه لیلی الان امر على الديار ديار ليلي اقبل ذا الجدار وذا الجدار ما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. در و دیوارا رو میبوسید. بهش گفتن این در و دیوارا که شعور احساسی ندارن، چرا با اینا ابراز محبت میکنی؟ گفت من با این در و دیوار محبت نمیکنم، با اون کسی که تو این در و دیوار سکونت داره. لیلای من اینجاست، چون او رو دوست دارم، در و دیوار محلش هم دوست دارم، با اینا دارم محبت میکنم. برحال مجنون تو مسجد معتکف بود به ظاهر، اما نه برای الله. معتکف کی بود؟ لیلا خانم بود. یه جورایی بهش خبر رسوند که من تو مسجدم، خبر داشت. لیلی هم یواشکی حلوایی درست کرد، دست یه بچه ای داد، گو ببر مسجد بده به لیلی، بده به مجنون. این حلوه رو آوردم در مسجد. بعد گفت مجنون کیه؟ این حلوه ها رو لیلی فرستاده. اونجا 7-8 نفر ماشاءالله شکم باره نشسته بودن. تا بحث حلوه آمد اینا بلند شدن گفتن ما همه مجنونیم. سین رو تا ته خوردن مجنون واقعی اون گوشه مسجد فقط به حلوه ها نگاه میکرد و از دیدن لذت میبرد، نه از خوردن، چون مال لیلی بود. روز بعد شد باز 2 مرتبه سینی حلوه آمد. مجنون کیه؟ اینا همه ریختن، گفتن ما همه مجنون. شروع کردن خوردن. روز سوم، روز چهارم. آخر لیلی گو این چطور مجنونیه که میخوره اما پیغامی پسغامی حرفی حدیثی به بچه گفت؟ چیزی نگفت. گو آخه یک مجنون نیست، ماشاءالله مسجد پر مجنونه. عجب. تو هم هر روز حلوه ها رو میبری دست همه اینا میدی؟ گو بله. گو ببین فردا که این حلوه ها رو بردی مسجد، هر کی گفت من مجنونم بگو اشکال نداره. یه ظرف کوچک با یک تیغ تیز داد و یک ذره از خون شاهرگ خودتون به من بدید، من میخوام با خون شما عشق کنم. بچه اینو برد تو مسجد. گفت مجنون کیه؟ همه گفتن ما هستیم. گفت صف بکشید. گفت چی شد؟ بعد یارانه ای شد، کپنی شد، چه خبر شد؟ بعد گفتن نه آقا امروز معامله یکم فرق میکنه. لیلی از شما خون خواست. تا بحث خون آمد همه اینا فرار کردن، رفتن سینی خالی موند. بعد بچه رو صدا کرد گفت بیا اینجا. مجنون واقعی گفت بیا اینجا، بیا. شارگ خودش رو زد، ظرف پر خون کرد، پر شد، لبریز شد، دست رو گرفت. گفت ظرف دیگه ای نیست. گفت نه. بعد گفت حلوه رو چیکار کنن؟ گفت بده به اون مجنونای حلوایی بخورن. هر زمان خون بود از من بخوا، هر موقع جان بود از من بخوا، هر موقع حلوایی بود بده به این مجنونای حلوایی.